دیدی مردم اصلا نمیفهمنت وقتی افسرده ای؟ برخورداشونو دیدی؟ یا باید میگن که ای بابا دنیا 2 روزه، غم چی میخوری؟ یا میگن که هه این مشکلاتی که تو داری که افسردگی نداره، من 10 برابر تو به چخ رفتم، خم به ابروم نیامد، اسکلی. ببخشینو. یا یه آدم تو مخی پیدا میشه برمیگرده بهت میگه که زندگی که خیلی قشنگه، شبا زود بخواب، صبح پاشو به خورشید سلام کن، صدای بابا در تو بذار، یارو تحمل خودشو نداره، بعد مثلا این حرفای زرد تو میخواد حالش خوب کنه. آقا مشاوره ندید؟ اون بنده خدا اصلا نمیخواد شما خوبه، مرسی من تشکر میچ نگید. آقا بعد سالها دست و پنجه نرم کردن با افسردگیت، الان من میخوام خیلی منطقی، علمی، شسته رفته، بدون تعارف یه روشی بهت بدم که مطمئنم قبلا نشنیدی و کسی اصلا جرأت گفتنشو نداره. اگه میخوای متفاوت ترین و درست ترین روش مقابله با افسردگی رو یاد بگیری، با من همراه باش. درود به همگی دوستان، خوش اومدید به چنل خودتون. ما اینجا میخوایم با هم رشد کنیم. میتونی ویدیوها رو ببینی و به خودت کمک کنی برای بیداری و آگاهی. این ویدیو فقط واسه شمایی که حس میکنی افسرده‌ای تولید نشده. خب کسانی هم که احساس افسردگی ندارن براشون مفیده. چرا؟ چون تو بالاخره تو زندگیت با یه آدم افسرده برخورد میکنی، یا پارتنرت، خواهرت، برادرت، پدر مادرت، فرزندت، هر چی. بالاخره باید بدونی داستان چیه. باید بدونی. آقا الان شما تو گوگل سرچ کن درمان افسردگی، تا صبح مطلب هست، صدها مقاله و ویدیو و صحبت و این داستانا میاد. هر کی به روش خودش توضیح داده که چجوری افسردگی رو میتونی درمان کنی. بری پیش روانشناس بهش بگی من افسرده‌ام، یه روشی جلو پات میذاره. بری پیش روانپزشک، یه روش دیگه قرص میده مثلا. بری پیش روانکاو، مشاور. بری پیش رفیقت بگی من افسرده شدم، میگه ای بابا ایشالله درست میشه. چی بگم والا. بری پیش بابات بگی من افسرده‌ام، شرترین جملات عمرتو میشنوی. به شریک زندگیت بگی با روش‌های مخصوص خودش حالتو خوب میکنه. خلاصه صدها روش مختلف وجود داره که مردم برای درمان افسردگی استفاده میکنن. کدومش درسته؟ کدومش واقعا حال منو خوب میکنه؟ خوب گوش کن، میخوام جواب سوالتو بدم. اولین کاری که میکنی اینی که یه سوال از خودت بپرسی. سوال اینه: آیا من واقعا افسرده‌ام؟ یا این حس و حالی که دارم مثلا یه غم زودگذره، یه فازی گرفتم؟ جواب دادن به این سوال خیلی مهمه قبل از درمان افسردگی. حالا تو این ویدیو هم میفهمی که واقعا افسرده‌ای یا نه، و هم اون روش خاصه که هیچکی بهت نمیگه، جرأتشو نداره بگه، بهت میگم. شروع کنیم عشق داداش. افسردگی چند تا نشونه داره. ببین یه خواهشی ازت دارم، این ویدیو رو تا آخر ببین. من معمولا که نه، هیچ وقت خواهش نمیکنم از کسی، ولی الان دارم از تو خواهش میکنم این ویدیو رو تا آخرش ببین، چون واقعا یا جون خودت رو نجات میده یا جون چند نفر دیگر رو. چون میدونی افسردگی به بالاترین حد خودش برسه، دور از جونت مرگه. افسردگی چند تا نشونه داره. 1، تمایل به تنها بودن. میتونی اینا رو یادداشت کنی. حالا دوست نداری بری تو جمع، رفیقات بهت زنگ میزنن جواب نمیدی، ریجکت میکنی، یا مثلا خودت اگه مجبورشی به کسی زنگ بزنی اینجوری که مثلا شماره یارو گرفتی، وای خدای جواب نده، خدای تو رو خدا جواب نده، تو رو خدا جواب. خب لاش خودت زنگ زدی. مثلا همه جا با هدفون راه میری میچرخی این ور اون ور که آدما ارتباط برقرار نکنن باهات، یا مثلا یه خبری شد بگی نشنیدم ندیدم. ویژگی دوم، اختلال تو خوابه. یا دیر خوابت میبره، صبح هم دیر پا میشی، یا اصلا زیاد میخوابی هر ساعتی از شبانه روز، عاشق تختتی. ویژگی سوم، انرژی نداری، انگیزه نداری، فعالیتی که قبلا انجام میدادی رو الان اصلا حسشو نداری انجام بدی. من یه رفیق داشتم عاشق فوتبال، گلر بود، دهن سرویس با تانک توپ میزدی سمتش میگرفت. ما هم میدیدیم میگفتیم این قطعا تیم ملیه دیگه، اصلا راه دیگه ای وجود نداره، این نره کی بره. رسیدیم به 19-20 سالگی، سن اوج افسردگی. بعد حالا این مگه میومد فوتبال؟ حالا من خیلی فوتبالی نبودم، ولی همون چند باری که رفتیم هی بچه‌ها زنگ می‌زدن فلان، میگفت نمیتونم، حال ندارم، کار دارم، اصلا دیگه ول کرد کلا. بعد فهمیدیم خب بنده خدا افسرده است. و در کل تنبلی مداوم نشونه افسردگیه. ویژگی چهارم، از چیزایی که قبلا لذت میبردی الان دیگه نمیبری. مثلا یه غذایی رو عاشقش بودی، الان دیگه براتون مزه سابقو نداره. یا یه هنری داشتی، نقاشی میکشیدی، ساز میزدی، هر چی، الان دیگه اصلا مغزت نمیکشه بری سمتش. به قول معروف هیچ چی دیگه بهت حال نمیده. ویژگی پنجم، دنبال سرگرمی بیش از حدی.
همش دوست داری فیلم ببینی، بازی کنی، سریال ببینی، یه کار بیهوده بکنی که حواست پرت بشه، یادت بره افسردگی. یا مثلا تو بعضی از خانوما به صورت وسواس پاکیزگی نمود پیدا میکنه، همش دارن میشورن میسابن، به دلشون نمیشینه تمیزی. ویژگی ششم که واسه مراحل بالاتر افسردگی اینه که به خودت آسیب میزنی. خط میندازی رو دستت، زخم میکنی خودتو، ابروهاتو میکنی، موهاتو میکنی، پوست دستتو، ناخونتو، خلاصه به خودت یه آسیبی میخوای بزنی. اینا نشونه‌های بارز افسردگیه. و ببین این 6 تایی که بهت گفتم نشونه‌های ملموس افسردگیه. نشونه‌های ناملموسی هم داره، مثل اینکه شما از لحاظ اعتقادی، باوری به پوچی و هیچی میرسی. احساس میکنی که اصلا وجودت تو این دنیا بی‌دلیله، بی‌دلیل آفریده شدی، هیچ کاری ارزش جنگیدن و تلاش کردن نداره، اصلا هیچی برات مهم نیست و خلاصه توی دنیای سیاهی و نهیلیسم میگن دیگه. این مدلی میشی. حالا عشق داداش، اگه بیشتر این نشونه ها رو داری، متاسفانه باید بگم که تو دچار افسردگی هستی، ولی نگران نباش، به خاطر اینکه الان راهکار بهت میدم کره. پس لایک کن، ساب کن، بریم واسه ادامه ویدیو. یه سری راهکار پزشکا میگن و همه عالم و آدم میدونن و خودت هم میدونی، همشونو بلدی که همشون درستم هست، ولی تو الان فاز انجام دادنشونو نداری. ایناست: 1. ورزش کردن و فعالیت بدنی. 2. غذای سالم. 3. طبیعت گردی و دریافت نور خورشید. 4. خواب منظم و کافی. و 5. ارتباطات اجتماعی. خب ولی تو فاز انجام دادن اینا رو نداری، یا فکر میکنی که افسردگیت حادتر از اینه که اصلا این چیزا بخواد خوبت کنه، اصلا نمیتونی پاشی بری این کارا رو انجام بدی. تقریبا داری درست میگی. اون افسرده های معمولی که هنوز تو لول های پایینن، یا اونایی که درگیر روزمرگی زندگی شدن و خیلی حالشون بد نیست، با این چیزا سریع اوکی میشن، ولی تو یه کارهای دیگه باید بکنی. اون روش متفاوت که از اول ویدیو دارم میگم اینه. گوش کن. باید مرحله به مرحله یا پله پله خودتو درمان کنی، از آسون به سخت. یعنی چی؟ عرض میکنم. ببین این جمله به نظر تو خیلی مسخره است که بهت میگن تو اوج افسردگیت، بهت میگن به چیزای خوب فکر کن، مثبت اندیش باش، به خدا فکر کن، ایمان داشته باش، جهانو ببین پر از نظم، پر از زیباییه، پس مثبت اندیش باش و در لحظه زندگی کن و فلان. چشم عباس آقا، چون تو گفتی من دیگه افسردگی منو خوب شد. خیلی مسخره است. راه حل درست اینجاست که مرحله به مرحله عمل کنی تا افسردگی از بین بره. مراحل ایناست. خوب دقت کن، چون این مطلبی که میخوام بهت بگم تلاس، تلفیقی از علم پزشکی و علوم ماورای طبیعی و کوانتومه که با شنیدنش پشمات میریزه. ممکنه بگی که علی سردار خل شده و داره محتوای مبتذل تحویل ما میده، داره بدآموزی میکنه، ولی آخرش دلیلشو میفهمی. مرحله 1: خشم. تو پله اول تو از یه آدم افسرده شدید تبدیل میشی به یه آدم خشمگین، چون حس خشم تو رو از ناامیدی و اندوه بی پایانی که تو افسردگی هست نجات میده، رها میکنه، دور میشی ازش. خشمگین شو و بذار هر کی هر چی خواست بگه، تو در مسیر درمانی، اونا نمیفهمن. بهتر از افسردگیه. تو داری خودتو نجات میدی، داری خودتو درمان میکنی. اون مریضی که واسه درمان بیماریش دکتر شکمشو جر میده کسی اعتراض نمیکنه، چون میدونه میخواد اون مثلا غده رو در بیاره. اینم همونه. واسه اینکه اون افسردگی رو بکشی بیرون، یه سری مراحل خشن رو باید طی کنی و اولیش هم خشمه. پس تو پله اول وظیفه تو اینه که هر جا دیدی به شدت داری اذیت میشی و احساس عصبانیت داری، اونو بروز بدی به صورت خشم، چون اگه فرو ببریش همون میشه غذای افسردگیت. بذار اطرافیان هرچی خواستن بگن، تو مسیر درمانی به من اعتماد کن. پله دوم خیلی ظریفه: نکوهش کردن یا سرزنش کردن یا غر زدن. واسه اینکه از خشم مرحله اول گذر کنی و یه پله بری بالاتر، آدما رو راحت سرزنش کن و غر بزن. این زبون تو به کار بنداز و هر چی که ناراحتت میکنه بگو، نه چیزای خیلی مسخره که دیگه آدما حالشون به هم بخوره. پوینت قضیه، نکته قضیه اینه که نباید تو خودت بریزی، چون این خودخوریه میشه غذای همون افسردگیه. ما باید پله پله از افسردگی که منفی 10 بیایم بالا. خشم میشد منفی 9، حالا این سرزنش کردن میشه منفی 8، همینجوری میایم بالا تا افسردگی رو به 0 میرسونیم. پس پله دوم شد سرزنش کردن یا نکوهش کردن. پله سوم دلخور شو، به دل بگیر، بگو بابا این یارو هم که اصلا آدم درستی نیستی، ولش کن. آدمای کار بدی میکنن، یه ظلمی در حقت میکنن، تو خودت نری، قشنگ دلخور شو،
راحت، کاری هم به حرف دیگران نداشته باش. تو مسیر درمانی عزیزم، چون همین دلخور شدنه تو رو از اون سرزنش کردن مداوم نجات میده. یه پله باز اومدی بالاتر. به نظرم اینا رو بنویس، چون حفظ کردنش و یاد گرفتنش خب کار ساده ای نیست. پله 4، شک. فکر کن و شک کن. داستان از اینجا جالب میشه. ببین اون کارهایی که تو 3 مرحله قبل انجام دادی، خشمگین شدی، نکوهش کردی، سرزنش کردی، دلخور شدی و حالا چند پله اومدی بالاتر و حالت بهتر شده، حالا شک کن. بگو نکنه من الکی خشمگین شدم، فلانی مثلا اونقدر آدم بدی هم نبوده، نباید اونجوری سرزنشش میکردم یا ازش دلخور میشدم. الان تو دیگه باید فکر کنی، کم کم داری به نقطه 0 میرسی. با خودت فکر کن، شک کن، بگو که شاید من باید بهتر عمل میکردم. بله، داری پیشرفت میکنی، داری به نتایج درستی میرسی. پله 5 دیگه سربالایی از اینجا شروع میشه. امیدواری. تو این مرحله، تو این پله، شما اون 5 کاری که چند دقیقه پیش گفتم پزشکا میگن، همه هم گفتن، خودت هم میدونی واسه درمان افسردگی باید انجام بدی، اونا رو الان اینجا میتونی شروع کنی. تو قبلا خشمتو بروز دادی، سرزنشاتو کردی، دلخور شدی، حالا شک کردی، میخوای پیشرفت کنی، حالت بهتر شده، چند پله اومدی بالاتر و باید الان اون ورزش و فعالیت بدنی و غذای سالم و طبیعت گردی و نور خورشید و خواب منظم و ارتباطات اجتماعی تو الان اجرا کنی. از اینجا افسردگی تو به شدت رو به نزول میره، کمرنگ و کمرنگ تر میشه. و وقتی این 5 کاری که پزشکا میگن انجام بدی، تو این پله تو امیدوارتر میشی و باعث میشه اون 4 پله قبلی که کارهای کم زشتی انجام دادی رو به شوره ببره. پله 6، حالا مثبت اندیشی. یادته اون بدبختی که تو اوج افسردگیت بهت میگفت مثبت اندیش باش، تو دوست داشتی بزنی تو دهنش، راست میگفت ولی تو موقعیت غلطی داشت میگفت. تو الان بعد چندین ماه که این 5 پله رو طی کردی و رسیدی به پله 6، الان وقت مثبت اندیش شدنه. الان میتونی مثبت فکر کنی. چه جوری؟ باید شروع کنی به کتاب خوندن، کلاس رفتن، کسب مهارت، مدیتیشن کردن، ارتباط بهتر با خانواده. این مهارت کسب کردن اعتماد به نفس تو رو میبره بالاتر، کاری که دوست داری انجام بدی، هنری که دلت میخواد، و این اعتماد به نفس خودش قاتل افسردگیته. تو این مرحله باید فعال باشی، پویا باشی، ارتباطاتتو بازم بیشتر کن با جامعه. مهمتر از اونا ایمانتو قوی تر کن به خداوند، به نظم جهان هستی. اینا همه تو رو مثبت نگر میکنه، به دیدگاه درستی از جهان و خودت و خداوند میرسی و دیگه اون پوچی داره از بین میره تو زندگیت، میفهمی، خودت حسش میکنی. حالا پله 7 میشه رسیدن به شادی و خوشحالی. اینجاست که افسردگی دیگه خدافزی میکنه. اینجا تو نقطه اوج خودتی، تو زنده ای با ایمان، میدونی که یک بار روی این زمین زنده ای، پس باید از هر لحظش بیشترین استفاده رو بکنی، عشق کنی. دیگه راحت به آدما کمک میکنی. صبح بیدار میشی، بله، به خورشیدم سلام میکنی. گربه رد میشه، دلت قش و ضعف میره براش. دوست داری به همه لبخند بزنی، دلت نمیاد آدما رو اذیت کنی، دروغ نمیگی، پشت سر کسی حرف نمیزنی. هی داره فرکانست میره بالاتر، چون از جهنم گذر کردی. وقتی بهت گفتم خشمگین شو، سرزنش کن، اگه ویدیو رو همونجا قطع میکردی پشمات میریخت و فکر میکردی این محتوا واقعا مبتذله. ولی الان تا اینجا اومدی جلو و فهمیدی که چجوری از جهنم باید عبور کنی و به بهشت برسی. و افسردگی که اصلا چیزی نیست. به این نقطه برسی، فرکانست بیاد بالا، خندت میگیره که زمان افسرده بودی، چون دغدغه‌های خیلی بزرگتر و باورهای خیلی عمیق‌تری وجود داره. در هر فلکی مردمکی میبینم، هر مردمکش را فلکی میبینم. یه جا دیگه دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی. یه جا دیگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. جهان اصلا میبینی یه خبرایی که افسردگی سیری چند و خودمونیم. کی تخمشو داشت این حرفا رو بزنه؟ وقتی میگم من مطلب زرد ندارم تو کانال و تو پیجم، یعنی همین عزیزم. پس اگه برات مفید بود، که قطعاً بود، لایک کن، منت سر من میذاری، مرسی. کامنت بذار، سابسکرایب کن، منو به رفیقات معرفی کن، لینک این ویدیو رو برای رفیقات و خانوادت بفرست، چون واقعا هر آدمی باید بدونه چه افسرده، چه غیر افسرده، چه خوشحال، چه ناراحت، چه سالم، چه بیمار. اینا چیزایی که باید بدونیم، نه اون چیزایی که تو سیستم آموزشی و آموزش پرورش بهمون میگن. و دم شما گرم، مراقب خودت باش. فعلا.